درود بچه ها، به چنل خودتون خوش اومدید. تو این ویدیو قراره یاد بگیریم که چطوری کانفیگ بسازیم، کانفیگ های خوب با رمزنگاری های بسیار ساده. و چند نوع کانفیگ داریم؟ خب 4 نوع پروتکل داریم: ویلس هست، ویمس هست و تروجان و شادو ساکس، که خب مورد استفاده ترینشون در حال حاضر واسه سرویس های وی آی پی ویلس هستش با تروجان. خب چطوری ما الان یه کانفیگ بسازیم، میخوایم مثلا بدیم به مشتری؟ چطوری کانفیگ بسازیم؟ خب پورتش که دیفالت بذارین باشه، زیاد پورت مهم نیست، مگر اینکه حالا تانل باشه که اون باز قضیهش فرق میکنه. راه اتصال ما مثلا میذاریم TCP. خب یه دونه رمزنگاری HTTP روش اضافه میکنیم، اینجا تیکش میخوره. خب این قسمت اینا هیچ کدوم نباید دست بزنید، سربرگ درخواست رو میزنید که خب حالا به فارسی همین میشه. این قسمت ما باید یه دونه هاست مثلا بذاریم. خب هاستایی که مثلا خوب کار میکنن و الان به درد بخور هستن چیان؟ یکی زولا دات آی آر هستش که مثلا خب ما اینو امتحان میکنیم الان. خب همین دیگه، نگاه کنید میزنید الان با رمزنگاری HTTP ما الان اضافه میکنیم این کانفیگو. خب اضافه شد، ادش میکنیم الان، ببینیم مثلا سرعتش چجوریه. خب میبینید که پینگ بسیار خوبی میده و سرعتش هم بسیار بالاست. خب میریم واسه یه نوع کانکشن دیگه. خب من الان اینو ویلس اوکیش کردم. چیکار میکنم؟ راه اتصال رو میذارم وب سوکت که یا همون WS، که این قسمت یه لحظه قاطی کردم چون تو آپدیت جدیدش قدیم مخفف بود، الان شدش وب سوکت. خب این قسمت هاست رو مثلا میزنم اسلش سال ات مساوی 2048 که باعث میشه یه مقدار ما کانفیگمون سرعتش بره بالاتر. و هاستم مثلا میذاریم همون sourceforge.net، نمیدونم حالا sourceforge یا sourceforge.net. خب بذاریم sourceforge.net و این هم اضافه میکنیم، یه تست هم ازش میگیریم. این روش ها هیچ کدوم نیازی به ثبت دامنه نداره دوستان. خب ادش میکنیم، میایم اینجا اینم اوکی میکنیم و خب هاستمون هم که بود sourceforge.net. دوستان این در حال حاضر sourceforge.net یکی از بهترین هاستاییه که توی ویتوری داره مورد استفاده قرار میگیره. یعنی یه نوع کانکشن امن برقرار میکنه بین سایت و پنل و سرور شما که دیگه امنیت سرور رو میبره بالا. میبینید که به خوبی هم داره کار میکنه این هاست و این کانفیگ وب سوکت. خب ما دو نوع کانفیگ قبل رو تست کردیم، یعنی کانفیگ اولی که ویلس TCP با رمزگذاری HTTP بودش که بهتون یاد دادم، و دومی هم که ویلس وب سوکت بود یا همون WS که قسمت هاست و مقدارش هم بهتون یاد دادم. میریم سراغ یه نوع کانفیگ دیگه. پورت مهم نیست، هرچی هست باشه و نامم که هیچی. این قسمت کاربرم که خصوصی خودتون میتونید تنظیم کنید. تو آپدیت جدیدم که محدودیت لوکیشن رو برداشتن. خب راه اتصال رو میندازیم GRPC دوستان، امنیتش هم میندازیم ریالیتی یا همون ریلیتی، نمیدونم حالا کدوم درسته. خب UTLS رو میذاریم یا همین فایرفاکس باشه یا کروم، فرقی نمیکنه، یکی از این دوتا باشه دوستان، ترجیحاً نندازین، مثلا چیز دیگه ای نذارین روش باشه. خب این قسمت ما باید دوستان یه هاست اوکی کنیم. خب بهترین هاستایی که اکثر کسایی که کانفیگ میذارن یا حالا میفروشن یا به هر حال کانفیگ درست میکنن واسه ویتوری، از این دوتا هاست استفاده میکنن. یکیش زولا دات آی آر هستش که گفتم بهتون که اینجا یه دونه دو نقطه میذارید روبروش و پورتش رو میذارید 443. روی پورت 443 این هاست رو ما اوکی میکنیم. خب توی قسمت SNI هم توی قسمت دست که زولا دات آی آر گذاشتیم 2.443، تو قسمت SNI ما فقط زولا دات آی آر خالی رو می نویسیم. خب get new cert هم میزنید و
واسهتون کلید خصوصی و کلید عمومی اوکی میکنه و کانفیگو میسازیم. میریم برای تست ببینیم این چه جوابی به ما میده. خب کپی میکنیم، اینجا پستش میکنیم، تست میکنیم ببینیم جواب میده یا نه. میبینید که جواب میده با پینگ حدود 200 خوردی. نت من هم که رایتل هستش. خب ما این ستا رو تست کردیم، هر ستاش کار دادن دوستان. میریم سراغ شادو ساکس که زیاد هم مورد استفاده قرار نمیگیره، ولی خب اگه میخواین شادو ساکس بسازین این قسمت راه اتصال رو که هیچی دست نمیزنید، این قسمت رمزگذاریشو بذارین روی این دوتا، یا روی این بذارین یا روی این بذارین. نگاه کنید من الان مثلا میذارم روی این، بعد افزودن رو میزنم، نحوه رمزگذاریشو فقط رو همون دوتا بذارید. خب بعد میریم تستش کنیم. نگاه کنید دوستان پینگ بسیار عالی میده و کار میکنه. خب بچه‌ها ما تو این ویدیو 4 نوع کانفیگو تست کردیم براتون. یکیش ویلس TCP بود با رمزگذاری HTTP، یکی دیگه ویلس WS بودش، یکی دیگه هم ویلس gRPC ریالیتی و اون یکی هم شادو ساکس بودش که خب هر 4 تا هم کار دادن. ممنون از اینکه ویدیو رو نگاه کردید. اگه خوشتون اومد و مفید بود حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.